بله بگو بله با کدوم روستانی تو گیلا بله از صبح برات تو میگه لنگام کنده شو نه بابا با کجا بودی تو کی تو من مستمع ده کمکش تو نبودی تو نیلیلا گفت اگه میگه بشی که می دارلگاه وقتی به چوب میای همه بچه‌ای که به تا کوچه و به تا زمینای هم میگیرم یک دم چرخ میدم بجو برای یک دم چرخ میدم دانا رو به او میدم نیلیلا با من داری پیدت گفت اگه میگه بشی قرار که دیگه منه روش که بالا سر سولت گردم هم دل تو ماستک او هم بخور 3-4 دفعه هم دیدم او خوردم اول انگو حساب نمیکنم من داری که پنجگاه ششته روستاشون به داری که نه روستاشون نه همین زمینای او خوره خوبه سوله رو به چوی بری بر نده ترکش پول مالون گیر کرده دیگه آدم خوبه گیر کرده یعنی تو اون نولار نمیشنسی گیلا او اعزه و سهش نون نمیخوره اوی تو آدم سرد نقد داد داری بابا تو به دست نهنه خود از مدیش کو کل نخورم نخور باشم داری به پولیه چره؟ تو کنی چیکار سیشته تو دایی تو بیکارم من بیکاری؟ چرا نه پیش شاهزاده؟ ننه تو شاهزاده ننه منه با خود خور میگم آها تو اسم ننه خیلی کنه ننه تو شاهزاده گفت دیده گیلت امروز پیاسکنی داره نفرم نیه خودمه بیا بریم رد نولار یلک کن ببین تو پره یک بغل پیازی به مدا میبینی؟ خود نون بخورد من ننه من زواق کرد ببین تو دعا کرد گفت کاش که میشه آور نمیدشتون که گفت کاش که میشه آور نمیدشتون که ببرو عباس هم اسکم دار گیلا امروز هم پیاز میده بکن یک کار کن رد نولار یلک کن فهمیدی به درد تو نمیخوره بیا بریم قرار که دیگه خودیم رو پیاسکنی چند نقده یک کم هست تو گیلت نه نمیکن نخ کار کن حالا بگذار که من گپ بخور که بزنم من مثل نورالله نیو که سر تو شیره با مالا بیار خودم اون پیازه خلاص کن شو کرب که دندما شنگ بستم میفته تو پیاز هم میدم هفته دیر پولم تو میدم نه سیدفینجیریه چطه؟ سیدفینجیریه اشتیا تو صافت اینجا با دری بشیشته اون سیدفینجیر پول بدم این کار پیاسکنی تا بغلتی 10 دفعه او خودم ساله تو ای خود که من تن سهرا میره پوپا روشنه 100 دفعه او میخوری تو چیکار میشه؟ ای 5 دفعه چیکار میشه؟ دل من یخ میکنه ما بالا اونجا به تفته واسه کی؟ خرج تو میده چاش خرج کی؟ چاش خب اگه بمونده بیت دیگه نار میاره خوبه تو بهش داد دیگه نبوم میاره حالا میره خودم یا نه؟ اینجا سیدفینجیریه گیلا امروز کار ما بنده رو تو نفر نیا بیا بریم اون خودی ها بکن خلاص میشه نه نمیگو من اسیا کار نکن هفته دی بسه پول بدم چند تا دهی میشه؟ 7 تا نه 17 تا چند تا؟ 17 تا سیدفینجیری که میشه 17 تا سیدفینجیری میشه گیلا بیارم تو 100 که بودی 10 تا دهی چند تا؟ 10 تا 9 تا دهی از نورالله بیشتر نه نورالله یک دهی به تو میده 17 تا دهی مایم چی میگی یک تا 10 تا یک تا 17 تا کوکه پول اگه بیاری کوکه کوکه اگه پول بیاری کوکه گیلا پول داره ما با تو دروغ نمیگم کوکه اگه پول بیاری دروغ میگی همینو به خاطر تو بفت همه دهی کردم تو دهی اینا لوکه از من نه لوکه چی لوکه اندازه پیشکش مدر منه پیدا بوده به تو میدم چند از اینایه؟ سم کن بگی دست خود یک سم کن دست بتر کنم پیاره پیاره تر بشه تر نمایه دالا که تو نمیش بری که پولا خود تر میکنی بگی ای چند؟ ای 3 تا ای 4 تا ای 5 تا ای 6 تا ای 7 تا ای 8 تا ای 9 تا ای 10 تا بله سه کجا در پول جمع کرده میتونی چند نمیشه؟ امان 2 هفته خرج کنه بخی چند نمیشه؟ چی؟ 100 گفته 10 تا دهی نه 100 گفته نه نه راف کنه 10 تا دهی آخه 10 تا نه 17 تا 17 تا ببین چند میشه 17 تا سیدفینجیری که حالی کمیه نمام من هم خدا هوشیار شدم من 10 تا دهی خیلی عزیز به زیر ازار شیرینی خوردم هوشیار شدم والله اگه سرگرگاه پا دیشته باشم من شده دیگه هم میدو سیدفینجیر میشه خیلی ناز نیکنی با امرو بگی من بگی امرو اگه حال نخرج کنی چون یک ما خرج کنه گیلا که حالا پول میشه یک دو ای 4 ای 7 ای 5 چون من اشتباه میکنم ای 5 11 11 نه بعد 11 17 میایه 17
17 و 11 چند میشه؟ گیلا ما کتور نمیخورم و ما رقم کتور هزی ما رقم حساب میکنیم وقت بره اینا همه لکت همه لکت دروغ میگی عباس اینا خیلی لکت سری پینجری پی بده لکت سری پینجری پی دیگه لکت اینا که خیلیه شوخ گیلا که هر چی هست از تو دیگه چی بین تکش تو به چی خوبی هم دروغ تو پیاز هم میدو برو بسرا خوبه باشه پلا به نیفن خوب کنون برسه ای کتو پلا نجی وخی بیا بریم وخی من نزده همین لولا گم نمیشه یاره گیلا خوب واقعا که برق بکنه تیک تخت کمی نمیکنه او بخورم چی؟ 4 همون جمعه بست وقتی بره که شوم شد دیگه بره اونجا مقلو باشه میده گپ اینه که به درد من نمیکنه پیاز هم مایم بیا میده پیاز هم میده بیا بشرط اونجا چوب کنی گپ نزنی خوبه کار کنی بیا بیا گیلا همین رفیق این توقات این هم پیازا دیگه خود توی فکر چه کار کنی من همین مقبول یک که بکن دیگه تو ما میرم به سراغ پروغونه برم بفهمیدی؟ خوانه ایتا میشه خب نمیشه دیگه گیلا جوت کنده میشه این گیلا کمی سخته خود توقات بیتره بفهمیدی؟ ما میرم که پروغونه بیایم دیگه تو تا وقتی میکنی کمی بفهمیدی؟ خوبه خب ما رفتم دیگه میام زودی خوبه؟ خوبه میام زودی من پولاتو هم که پیشکی بده دارم تو دل جمع راحت کار کن عباس سیکو تو با سوار و زندگی جنگ و دعوای خود من نشه یاره گیلا تو گفتی لوکه پولا از تو اما دفعیاتون خودی ما کار میکنی تو باشه باید باشه نه اگر گیلا دل جمع پولاتو هم پیشکی بده دارم تو راحت به خود کار کنم پروغونه میام زودی من میام خواهی تو کمک میکنم خوبه؟ ما رفتم با نشین نگاه با چهار بیتی خونده و اختلاط بشین نگاه خود خوب بگی بخندی چی؟ میگم با نشین پیازم کن میدی به من دل جمع باش ما بیام زمینه بکنم همه تا بکن نگم تو ما بیام ما بیام تو پیاز هم میدن در نشون بور به سراخو ای دختر پیاز فروش پیازا به دست بیتره دیگه بابا جان عباس میگه به کار به توقاج بکی اینا خود شوروا بتینی مزه میده در دم بشه کیف میکنه دم خود شوروا بخوره به دست میتره کن بابا مونده علاق شدن دیگه اندازه پیلای بکندن دیگه اینا رو خود میبرم دیگه نمیتونم هر بنانه میگم خدا که اینو رزقو به تسلط ها دومن سمن شد دومن سمن پیاز شد دومن سمن تو عباس نماده برون بخی شیر مادرتو شیر مادرتو گیلک
چره؟ همسه دمه که من موقع خود خور بزنم همچین چاپ کن که چاپ کن دیگه هیچی بیامده خود بالا شده بالا نمیده به درخت الو نشور بگیرفته با خونران دل درد شده البته همی الو اینا دوازده بده به خود دل درد شده آخه همه اگه یک چیزی که درخت میکنیم به او کشیم حالا که تو ده تا به یک لمبوس میکنی بگو والی پیش شکستمان ببونه پیش دکتر پیش حکیم جی این پیش مردشی ببور اکثر کجا هستی درد میکنه تو خیلی کاکا پیش شکستمان البته پا هستی شکسته خب نمیفهم خاطر من دل خوب خم گرفته گفتم بشه کمر رو بسته کنه تو دیگه کی میفهمی غلام جای زنقی آمده بابور یک کفی از چاپ کن بالا آمدنه تو چاپ کن بگو شما پیاز بیازه که درو نکرده نکشتی چرا پیاز مختره که بغل گیلک یک بغل پیاز بود یک بغل آه پیاز گفتی بگده پیازا شما نجونده باشه نه ما پیاز نکشتیم ما گندم کشتیم گندم کشتی آه خدا میدونه از کی بستم وای چه دیگه عمر یا شدی بخیر بابور یک کپی از خون چیزی به خونه مادر تو داره بده بریو که دل تو بیده کم درونه بودو خوبه درونه درونه که ایزر میگیره تو به نظرم به وجود من نمیفهم بگو بده بریم این دیگه که هوشیار بشه عمر از جمع کنه خلاص شد برابرت کار خود تو به مگیر به شکستبند ببرم به کجا ببرم خب شد نور را تور بدیدم نگو شما پول داده بیدین بچه شما؟ گیله؟ آه چندی داده بیدین؟ بابا جان به تا کوچه‌ای بر میگه بزرگ گفتم بیا برو به سر زمین ما اودری دارم گفتم برو سرمو دانا متوجه باش که همین دانا را از پیش او نبره یک دایی بری بعد گفتم برو میجی برا دیگه سر دانا را میجا بشی یک دایی داده بیدین؟ سر پینجر فدگه از پیش کنده چندی؟ سر پینجر فدگه گو عوضت باز هم بستونو آخه ما کولای کردم گفتم میجی بشی با بایم پمپ که متوجه بمون او نباشد خاطر الله سکونی الله ما خوش نکه بچیم دویزی کنه از منطقه بفهمیدی مال با سر بچه خونه شهر کن که میشه سرش تصیبه هر کجا بود حالا میگی دریف مزادم خوب کاره کرده این داری اما جند عباس هم سیبتین گیرید و نمیده جهاد کده باشه شاید دیستی به یا دریف هم داده باشه من سکو بالای بچه کویت شهر کن که این واسکتا مردم سر زمین های میگم میشه دست تاکیسان وردش باشه سکونی ماما نوروز بچه شمایی تا آدم نیه اما در وقتی که ما به تعمی کوچه میبینم به هیچ کس حال زلار نرسونده باز بیشتر میره واسکتا مردم آور میداره تا کیسو مردم سه میکنه یا که عباس حتمی کار داشته امروز کور بود و سر کار خمست دل بو سوخته برای پول داده بابا پیازم برای بداد دیدم گفت من دیگه خبر ندارم اگه پیاز کنی داشته خود درست داده که برده بعد یک کارگر ماشه داده بمیداده گفت از اینکه بیکار باشه با تا کوچه بر بگرده مثلا اگه عباس میبرم میگه خودم کارم میکنم میگه گفت 150 روپیه هم برای بداده شما هم بریم سر زمین عباس خواهد همونجا که از او پرسون کنی میگم برو من پرسون کنم نمیشه فکر که پول داده برای چی میونه منتها بچه شما این تا آدم نیه شما به دل خب بعد فکر نکنید اگر سعودی نمیفهم اعصاب کار نمیکنه ای تا کارا ندیدین مطالعه من مقدار وقت مطالعه من مقدار وقت بچه کارا ندیدم بازم برای سرزمین عباس با سرزمین خونه ما کو ندیدم بگم بازم سرزمین خونه دیگه که پیاز کنید حتمی کارگر داره دیگه بریم پیش یک چهار خوب نمیرم تو شهر خاصة خدماتهم بكني پشیمون میشی. نه از اینجا ورداشتم که بیا اینجا پیاز بکنم تو پیل میدم. پیازم به تو میدم. اینجا تو پیاز نکنه را خوبه بره. عباس خیر روز دیگه آس برمون. شنی تیاری خوبی جانجوره. خود بیام ولی میگو. میگو تو 150 بگی لگ بشیم دادی. ها ما دادم ما پیل داده بودیم برای. خاطر این بچه عباس پیل داده به من. شما نپرسیدین که چرا بیام دی؟ نه پرسیدین که چرا پولی که با تو چه کار نکردی؟ ما چی خبر دارم که تو کار کرده بودیم؟ حالا به چی شما ما کار نمیکنه که به درد آدم بخوره. اونجا سر چوب دورلای نشسته بود به دری که. به دری پیامد من پمپ پوش میکنم. همون زمینای اینا. گفتن گیل اگه به درتون نمیخوره بیا برای خودم پیاز بکن تو 150 پولم میدم. شب تو پیاز هم میدم گفت خوب بیاردم سر زمینا. تو میگه که فروغونه بیارم پس بیام دادم نظام برفتم سوار فروغونه آوردم دو تا پیاز نکنده به خوب پیازم برده برفته که برفته تا حالا که میره کار خوبیه نه باشه ما خود گرم میگم
باشه چی که روز مشون شد هیچ پیازم نکنی کار خوبی نیه دیگه بعد میفهمم میآوردم میگی من برم مبکن یادت ما طرف گپ نکردیم بله ابا چی گفتم حساب کنو کباب شد اون رات اونجا گوار کردم بیا بگو پولم بگو برم بکنن ولی خودت نه مامان بله یلا کن خیر ایواز گلگ من میرم میکنم ولی روز مشون شد چی دردام میکنه خب میکنم خودت زود من میکنم دیگه برم بکنم بله خود من میکنم بله حالا شما آدم مستفیده بله خب باش ما خودی گپ میزنم دیگه کارا خو نکنه دیگه بله که پول مردم میسین با چه کارا پیش میبرید خب عباس تو نبی نمیته بله بگین خوبه بریم خیلی از نمیدونیم اصلا آدم مستفیده میگه من برو پیاز بکنم تو اگه کارگر میبیدیم اینجا سال 12 و پیش ما کار میکردیم هم یکه بودم کارگر اینی که به درد آدم بخوری تو فکر میکنی پولار بستندی بفتی و سرم کلارت یا به خدا 5 روپیه خود مفتو نمیدم 5 روپیه خود از تو میستانم تو ببینم